به نام خداوند بخشنده مهربان. احترام به بزرگترها. سلام چه خوب و زیباست، غنچه روی لب هاست، به هر کسی میرسیم کلام اولی ماست. سلام بچه های عزیز، خوبت؟ سلامتت؟ سلامتیتان خوب است؟ اینجا رادیو مهر، صدای کودک، شاهنازه قصه گو دوباره با یک داستانی جالب به نزد شما آمد. قصه امروز ما نام دارد احترام به بزرگترها. در خانه نشسته بودم و مشغول بازی بودم که شنیدم بابایم به پدر جانم گفتند پسرم لباسهایت را بپوش به بازار برویم تا کمی میوگی برای نبیرهایم بخرم. من وقتی شنیدم که میخواهم به بازار بروم به بابایم گفتم من هم با شما میآیم. بابایم به من گفتند اگر مادرت اجازه داد میتوانی با ما بیایی. من هم رفته از مادرم اجازت گرفتم تا همراه آنها به بازار بروم. من و پدرم زود تیار شدیم و لباسهایمان را پوشیدیم و پیش در ایستادیم. اما بابایم هنوز آماده نبودند. گفتم پدر جان بیا به بیرون برویم، بابایم خودشان می آیند. پدرم گفتند من بزرگتر هستم یا تو؟ من تعجب کردم. گفتم شما از من بزرگتر هستید. بعد پدرم باز سوال کردند من بزرگتر هستم یا بابایت؟ من گفتم بابایم از همه بزرگتر هستند. بعد پدرم ادامه دادند و گفتند پسری عزیزم، آدم باید به بزرگتر از خودش احترام بگذارد و اینکه ما پیش بابایت نمی رویم، پشت سری او راه می رویم، این کار یعنی احترام گذاشتن. پدرم گفتند یک روز شخص همراه پدرش به دیدن پیامبر اسلام رفته بودند. پسر زودتر از پدرش وارد خانه شد. پیامبر از این رفتار او خیلی ناراحت شدند و گفتند این مرد پدر شما هستند؟ چرا پیشتر از او وارد خانه شدید؟ آن پسر از کاری که کرده بود خیلی شرمگین شد. همین وقت بود که بابایم آمدند و گفتند برویم. پدرم در را باز کرده گفتند شما گذارید پدر جان. بابایم برای پدرم دعا کردند و از در بیرون رفتند. بعد پدرم به من گفتند برویم جانکم. گفتم نه، شما پدری من هستید، من پیشتر از شما نمی روم. پدرم مرا بوسیدند و در آغوش گرفتند و گفتند تو عزیز دلی من هستی. من با این سخن خیلی خوشحال شدم. بعد هر سه‌مان با هم به بازار رفتیم. بله بچه های عزیز، میدونم که شما هم مثل پسر بچه قصه ما و بزرگتر از خودتان احترام میگذارید، مخصوصاً به پدر و مادر عزیزتان. بچه های عزیز، همینجا با شما خداحافظی میکنم تا داستان و قصه بعدی. خدا یار و نگهدار. خداحافظ.